سلام، به آرزو تایم خوش اومدید. من آرزو هم امروز میخوایم فقط با یه دونه ژله این آدم برفیای خوشگل و خوشمزه رو درست کنیم. خب اول از همه یه بسته ژله آلوئه ورا رو با نصف لیوان آب جوش به روش بنماری حل میکنیم. بعد میریزیم توی ظرف دیگه و با همزن برقی با دور کن میزنیم به حدی که فومی بشه. اینجوری که شد با دور تند میزنیم. به این غلظت که رسید کافیه. میریزیمش توی قیف، یکمش هم نگه میداریم. یکم از باقی مونده رو با رنگ خوراکی سیاه میکنیم، یکمش هم نارنجی. حالا روی نشاسته ذرت خیلی سریع پایپش میکنیم. حتما توضیحات رو بخونید که همه این نکته ها رو براتون نوشتم. حالا میذاریمشون توی یخچال 4-5 ساعت بمونن. بعدش توی نشاسته ذرت میغلتونیمشون تا چسبندگیشون گرفته بشه. در آخر الک میکنیم و با فرشه نشاسته اضافیشو برمیداریم. بذارین 3 ساعت دیگه توی یخچال باشه و بعد نوش جان کنیم. ممنونم که با لایک و کامنت از من حمایت میکنین.